سلام. چی بهتر از چیزکیک رژیمی؟ هم سالم و هم خوشمزه. مطمئنم اگه یه بار درستش کنی عاشقش میشی. بزن بریم واسه درست کردنش. تاج بدون قند و پودر میکنیم، ارده با کیفیت بهش اضافه میکنیم، کاملا مخلوط میکنیم که داخل غذا ساز هم میتونید این کار رو انجام بدین. داخل قالب کمربندی تخت و فشردش میکنیم. اسم الله. یه بیسکویتی کراس بود که رفت داخل یخچال. پنیر لبنه کم چرب و کم نمک میخوایم که با مقداری وانیل و عسل مخلوط میکنیم. حالا کره بادوم زمینی همه رو مخلوط میکنیم. لایه پنیری روی کراس صاف میشه و میره توی یخچال. حالا میخوایم یه گاناش شکلاتی بدون خامه درست کنیم. پودر کاکائو، عسل، کره بادوم زمینی، شکلات تلخ و آبجوش روی حرارت میذاریم. بعداً کاملا مخلوط میکنیم. روی سطح چیزکیکمون رو صاف میکنیم. حالا با دونه های انار تزیینش رو میکنیم. دوباره میره توی یخچال.